اگر تازه برنامه نویس شدین و اگر دلتون میخواد بدونین چجوری میتونین رشد کنین تو برنامه نویسی، به درجات بالای برنامه نویسی برسین، مخصوصا اگه دوست دارید راجع به کشورهای مختلف مثل استرالیا، آمریکا و اروپا بدونین، این ویدیو مال شماست. حتما نگاه بکنید. سلام، من رضا هستم. خوش اومدید به کانال کد ویت رضا. تو این برنامه من دلم میخواد به شما تجربه 20 سالمو نشون بدم، چیزایی که خیلی راحت به دست نمیاد، خیلی اشتباهاتی که خودم کردم میخوام بهتون بدم. این ویدیویی که برای سرگرمی نگاه نکنید، برای اطلاعات نگاه کنید و حتما تا آخرش نگاه میکنید. دلیلی که این ویدیو رو درست کردم این بود که یکی از دوستان روی همین لینکدین به من پیام داد و گفتش که میخواد اطلاعات بیشتری راجع به این پت برنامه نویسی بگیره. منم این ویدیو رو درست کردم. ببینید، توی این اطلاعاتی که میدم راجع به ایران نیست. من ایران رو نمیدونم چجوریه. یه مقداری میدونم البته، ولی الان رو نمیدونم. 15 سال پیش رو میدونم ولی الان رو مطمئن نیستم. اما چیزی که میگم راجع به کشور خارج از ایران حتما هست. راجع به استرالیا که خودم توش هستم، راجع به آمریکا که میدونم و راجع به اروپا هم که احتمالاً باید همینجوری باشه. ببینید، شما وقتی از دانشگاه میایید بیرون، خیلی دوست دارید که یه برنامه نویس حرفه‌ای باشید. خب مثلا بعضی میگن من میخوام جاوا دیولپر باشم، من میخوام نمیدونم تایپ اسکریپت دیولپر باشم. سوالی که اتفاقا خود من گرفتم این بود که چجوری میتونم یه جاوا دیولپر تو مسیر جاوا دیولپمنت برم بالا. ببینید، سوال درستی نیست خیلی، به خاطر اینکه شما دارین خودتون رو به یه زبان محدود میکنید. من چجوری میتونم تو مسیر جاوا برم بالا؟ این شما رو خیلی بالا نمیبره. شما باید ببینید چجوری سافتور انجینیرینگ رو میتونید توش ترقی کنید و برید بالا، که خیلی وسیع تر از یک زبان برنامه نویسیه. ببینید، شما وقتی تو مثلا استرالیا وارد بازار کار میشین، اول از همه به عنوان جونیور انجینیر وارد میشین. تو لول جونیور انجینیر، خب بعد از فارغ التحصیلی با یکی دو سال سابقه کار میگن. وقتی که تو این لول وارد میشین، شما توقعی که ازتون میره اینه که تسلط پیدا کنید به یه زبان و قوی بشید. پس تو مدتی که شما جونیور دیولپر هستید باید زبان کامل یاد بگیرید، مثلا جاوا کامل زبان یاد بگیرید. تو شرکتتون نگاه کنید ببینید چه چیزی استفاده میشه. تو شرکتتون مهمترین چیزه براتون، به جای دیگه فراموش کنید. مثلا از اسپرینگ بوت استفاده میشه، برین اسپرینگ بوت رو یاد بگیرید، 70-80% رو یاد بگیرید. مثلا از مایکرو سرویسز داره استفاده میشه. مایکرو سرویسز چیه؟ برید مایکرو سرویسز رو بخونید. مثلا یه کتاب بخونید در مورد دیزاین پترن ها، مثلا اطلاعات بگیرید در مورد نمیدونم هر چیزی که تو اون شرکت شما استفاده میشه. و بعدش اگه میخواین اسکیلاتون رو بیشتر بکنید، نگاه کنید ببینید تو مارکتی که شما دارید کار میکنید چی استفاده میشه. مثلا کفکا استفاده میشه، مثلا نمیدونم AWS استفاده میشه. اینا رو برید جمع کنید و اطلاعات بگیرید و یاد بگیرید. شما با یاد گرفتن تمام اینها، مخصوصا زبان جاوا در حد ماکسیموم، از جونیور به مید لول منتقل میشید. تبدیل میشید بعد از 2-3 سال به یک کسی که مید لول هست. پس ببینید، وقتی شما یه برنامه نویس مید لول هستی، شما زبان رو باید فول بلد باشید. شما باید کد خوب بنویسید. حالا توی مید لولی شما تبدیل میشین به نوشتن کد های کوالیتی. معمولا این مید لول تا 4-5 سال میتونه طول بکشه. شما تو مید لول دیگه خدای اون زبان جاوا هستید. تو مید لول دیگه فریم ورک هاتون رو بلدید. تو مید لول تکنولوژی های شرکتتون رو بلدید. حتما چیزایی که بیرون هست و احتمالاً اونایی که خیلی استفاده میشه بلد هستین. و چیزی که باید اینجا روش تمرکز بکنید دیزاین هست. یعنی از شما تو لول مید دیگه توقع میره که کم کم سیستم دیزاین کنید. مثلا توی آمازون، امتحان آمازون که شما میدید، یا تو گوگل یا تو فیسبوک یا هر جای دیگه، اتفاقی که برای شما میفته که به شما سوال دیزاین میدن. در لول جونیور فقط الگوریتم میدن، میگن الگوریتما رو حل کنید، کد بنویسید. ولی تو لول مید لول که وارد میشید، مثلا فکر میکنم تو آمازون سافر انجینیر 2 باشه اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم همون 2. شما بهتون دیزاین هم میدن، میگن بعد یه سرم دیزاین بکنید. پس ببینید اینجا دیگه دیزاین اومد وسط. شما اینی که یکی میگه من میخوام یه برنامه نویس جاوای خیلی خوب باشم، تهش چیه؟ تهش همین مید لوله، تموم میشه. شما رو به جای جاوا دیگه به جایی نمیرسه. شما فول جاوا رو بلد باشید، به جایی شما رو نمیرسونه. بعد دیگه اینا رو فراموش کنید.
باید سعی کنید سیستم دیزاین کنید، باید کوالیتی کدتون رو ببرین بالا، باید بتونید از پترن ها درست استفاده بکنید، باید بتونید همه چیزی که مورد نیازه رو یاد بگیرید، مستقل باشید، عمل بکنید. خب حالا مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی سینیور انجینیر هستش. سینیور انجینیر یه تفاوت کوچیکی میکنه با لول‌های قبلی. خب شما تو مید لول دیگه همه چی رو بلدین. ممکنه سوال پیش بیاد پس سینیور انجینیر کی؟ سینیور انجینیر چند تا مشخصات خیلی مهم داره. 3 تاش توی مصاحبه ها خیلی استفاده میشه و شما باید این تخصص رو داشته باشید تا به عنوان سینیور انجینیر بتونید استخدام بشین و کار بکنید. یکیش اینه که باید بتونید سیستم‌های کامپلکس رو دیزاین بکنید. یعنی شما مثلا سافر انجینیر لول 3 تو آمازون، به شما توقع میره به شما یه دیزاین پیچیده میدن، میگن اینو برای ما مثلا تو 45 دقیقه دیزاینش بکن. پس یه سافر انجینیر یکی از فرقاش با مید لول اینه که دیزایناش باید سیستم‌های کامپلکس رو بتونه دیزاین کنه. دیستریبیوتد سیستم ها الان خیلی موده مثلا. و دو تا دیگه‌اش خیلی جالبه بچه‌ها، 2 تا چیز این وسط اضافه میشه که من خودم نمیدونستم. مثلا من خودم تو ایران که بودم، اوایل کارم که بود، همش فکر میکردم که من جاوا رو کامل، مثلا زمان جاوا هم خیلی مد بود. خب داستان مال حدود 20 سال پیشه. من فکر میکردم خب جاوا رو هرچی بیشتر یاد بگیرم و هرچی کتاب بیشتر بخونم من یه انجینیر قوی ترم، یا هرچی تکنولوژی بیشتر بدونم من یه انجینیر خیلی قوی ترم. مثلا من همش فکر میکردم فرق بین یه انجینیر مثلا سینیور با یه مید لول اینه که سینیوره 15 تا تکنولوژی میدونه و 5 تا زبان، ولی اینترمدییت یا جونیوره مثلا یه دونه لنگویج میدونه مثلا با 3 تا فریم ورک و مثلا تکنولوژی دیگه. ولی اینجوری واقعا نیست. شما هر چقدر کتاب بخونید و هر چقدر تکنولوژی، چه 5 تا چه 15 تا چه 20 تا، لولتون هنوز مید لوله. برای اینکه به سینیور لول برسین اتفاقی که میفته شما 2 تا کار مهم باید بکنید. یکی که قدرت متقاعد کردن داشته باشین. این چیزی که واقعا توی کتاب ها صحبت ها من ندیدم، کسی راجبش صحبت نمیکنه، ولی خیلی مهمه. تو تمام اینترویو ازتون میخواد. شما باید قدرت متقاعد کردن داشته باشید. شما باید بتونید اولا صاحب نظر باشید و بعد بتونید اون نظرتون رو به مردم بخورونید، متقاعد کنید، کانوینس کنید. به قول خارجی ها کانوینس کردن خیلی مهم میشه. یکی از فرقای مید لول با سینیور این که سینیور لول صاحب نظره، یعنی بجز اینکه یه تسکی رو بهش میدن و انجام میده، مثل بقیه جونیور و مید لول اونا فقط تسکاشون رو انجام میدن. یعنی مید لول یه تسکی که بهش میدن، حالا تو جیرا یا هر چیزی، به بهترین نحوی انجام میده. اما سینیور لول، کسی که به لول سینیور میرسه، صاحب تفکره، صاحب سبک مثلا میشه گفت، صاحب یه عقیده است، بحث میکنه، با تیمش صحبت میکنه و باید بتونه کانوینس بکنه، باید بتونه متقاعد. این خیلی مهمه. شما میتونی به راحتی یه کار از دست بدی اگه مثالی تو ذهنت نداشته باشی که مثلا شما تیمتو متقاعد کردی. من خودم قبلا خیلی سال پیش اینترویوهای زیادی از دست دادم برای اینکه موردی نداشتم که من متقاعد کرده باشم کسی، یا نمیدونستم باید بگم. اصلا از شما میپرسم یا یه موردی به من بگو که تو اختلاف نظر با تیمت داشتی و تو برنده شدی و نظرتو به اونا تحمیل کردی. پس این یکی از مسائل بسیار مهمه سینیور انجینیره و یکی از فرقای بسیار مهم سینیور انجینیر با لول‌های قبلیشه. پس تخصص تکنولوژی نیست، متقاعد کردنه، کانوینس کردنه. یکی دیگه‌ش هم که خیلی مهمه اینه که شما باید خروجیت کاری کرده باشی که تیمتو ارتقا داده باشی. یعنی در حد تیمت باید نفوذ داشته باشی. یعنی مثلا وقتی میگن که اینجا کی خفنه، باید بگن مثلا محمد، علی خیلی خفنه. چرا؟ چیکار کرده؟ شما باید بتونی توی رزومت و تو مصاحبت با عدد مشخص بکنی که چه ارتقایی تیمتو دادی. مثلا میتونی بیای بگی که من با پیاده سازی یه برنامه مثلا تصمیم گرفتم که از مالتی تریدینگ استفاده کنم و 30% خروجی این برنامه بهتر شد و گروهمون مثلا
باعث چه می‌دونم بهتر شدن رپیوتیشن گروهمون شد. یا مثلا من پیشنهاد دادم یه لول سادهش اینه که شما خودت یه کاری رو انجام بدی که یه گین خوبی داشته باشه. لول پیشرفته ترش اینه که ساجست بدی و تیمت اینو فالو بکنن. مثلا میای میگی که من تیممو متقاعد کردم، ببینید این دوتاشو دارین کامباین میکنید، تیممو متقاعد کردم که مثلا از ریاکتیو پروگرامینگ استفاده بکنیم و اونا بعد از استفاده کردن از اون 50% سرعت سیستم‌های تیم گروه ما رفت بالاتر. یعنی شما هم کانوینس کردی، متقاعد کردی، همین که باعث رشد بچه‌های تیمت و گروهت شدی. این خیلی مهمه. یعنی شما باید کانوینس بکنی و باید حتما کاری بکنی که با عدد تیمتو ارتقا داده باشی. باید در سطح تیم، یعنی تسکامو انجام دادم، من برنامه نوشتم، من ایمپلیمنت کردم مایکرو سرویس های مختلف و من نمیدونم دیزاین کردم، صرفا این سیستم ها رو اصلا کافی نیست. شما چی کار کردی که تیمتو ارتقا دادی؟ باید تیمتو ارتقا داده باشی. و میگن که این فازیه که همه برنامه نویسا بالاخره میرسن، ولی 95% برنامه نویسا از این مرحله دیگه رشد نمیکنن و بالاتر نمیرن. من اون زمانی که تو ایران بودم فکر میکنم بالاترین همین لول سینیور بود. البته ما حتی به سینیور هم نمیگفتیم. الان البته میبینم که تو لینکدین همه از لغت سینیور هم استفاده میکنن. ولی این اکثر واقعا 90% شرکتایی که من الان اینجا حتی تو استرالیا بهش فکر میکنم این لول آخرش، و 95% انجینیرها هرگز از این لول بالاتر نمیرن. و حالا بهتون میگم که چرا بالاتر نمیرن و بالاترش چه خبره، اون بالا داره چه اتفاقی میفته. بعضی کمپانی‌های محدود مثل گوگل و نمیدونم فیسبوک و آمازون و اینا، یا بعضی کمپانی‌های خیلی بزرگ لول بالاتر هم دارن. حالا ممکنه بگید تکنیکال لید چیه؟ تکنیکال لید معمولا تو کمپانی‌های خیلی بزرگ مثلا تو آمازون، گوگل، اوراکل، تو این کمپانی بزرگ تکنیکال لید معمولا یه همون سینیور انجینیره که یه سم حالتهای لیدرشپی داره و اسکیلاتش مثلا بیشتر بالاتره و بهش میگن خب مثلا تو این تیمم تکنیکالی منیج کن. بعضی وقتا مثلا سویچ میکنن، مثلا میگن ما 3 تا سینیور انجینیر، 2 تا سینیور انجینیر داریم، خب مثلا 50% کارا رو این منیج کنه، 50% تاسکا رو اون منیج کنه. بعضی وقتا اینجوریه، یا مثلا میچرخه. تو کمپانی کوچولو معمولا یه کسی که خیلی خیلی مثلا دیگه بلده میارن میگن تو تکنیکال لید، ولی این خیلی مرسوم نیست به عنوان لول ها. شما تو چارت کمپانی بزرگ که من آخر این ویدیو نشون میدم و حتما ببینید، خیلی جالبه که لول بندی های کمپانی بزرگ رو بهتون نشون میدم که ببینید که سینیور انجینیر بعدش تک لید نیست، این سینیور انجینیر آخرش. حالا بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعضی کمپانی‌ها یه پوزیشن دیگه هم بالای این باز میکنن به اسم پرینسیپال انجینیر. شما فرق پرینسیپال انجینیر با سینیور انجینیر چیه؟ پرینسیپال انجینیر عین همون سینیور انجینیره، فقط به قول معروف جناحی عمل میکنه، یعنی فرا تیمی عمل میکنه. یعنی شما بیا ببین، سینیور انجینیر سیستم رو طراحی میکنه برای تیمش، پرینسیپال انجینیر سیستم طراحی میکنه برای پروژه هایی که چند تا تیم درگیره. سینیور انجینیر میاد کانوینس میکنه بچه های تیمشو، پرینسیپال انجینیر میاد کانوینس میکنه مدیریت لول بالا و تیم های مختلف، و سینیور انجینیر میاد کاری میکنه که تیمش ارتقا پیدا کنه، پرینسیپال انجینیر میاد کاری میکنه که شرکتش ارتقا پیدا کنه. یکی از فرقاش اینه که مثلا تو اوراکل مدیرم به من اون زمان میگفتش که سینیور انجینیر کسیه که توی گروه همه میشناسنش و خیلی معروفه، پرینسیپال انجینیر کسیه که تو شرکت همه میشناسنش و خیلی معروفه، بین گروه های مختلف خیلی معروفه. پرینسیپال انجینیر کسیه که فرای چند تا، مثلا فرض کنید 4 تا تیم داریم، معمولا 3-4 تا تیم رو مدیریت میکنه، 4 تا تیم داریم، همه این تیما سینیور انجینیر دارن یا تکنیکال لید دارن. بعد کاری که این میکنه میاد طراحی اون تیم‌های مختلف رو حتما باید ریویو بکنه که این تیم‌ها با هم کار بکنن، طراحی‌هاشون با هم هماهنگ باشه. مدیریت میکنه ببینه اینا چجوری با هم میتونن کار بکنن، بین اینا ارتباط برقرار میکنه. بعد میاد کاری که میکنه در حد
شرکت مثلا یه دفعه پیشنهاد میده، میگه بیاین از به جای مثلا جاوا از کاتلین استفاده بکنیم و تسکای خیلی پیچیده مبهم بهش میدن. مثلا یکی از کارهایی که ممکنه با یک پرینسیپل انجینیر انجام بدن، یکی از ویژگی‌های واقعا مهمشون که سطوح انجینیری میره بالا اینه که چقدر کاری که به شما میدن مبهمه یا اصطلاحاً ویه. مثلا به پرینسیپل انجینیر میان میگن که بررسی کن ببین سویچ اگه بکنیم از جاوا به کاتلین برای شرکت خوبه، یا حتی بدتر ما میخوایم سویچ کنیم یه زبان پیدا کن برای ما، یا مثلا ما میخوایم از یه مسیجینگ سیستم استفاده کنیم، چی استفاده کنیم. یعنی شما ورودی که میگیری خیلی گنگه، اصلا مشخص نیست چیکار کنی، با 1000 نفر بعد صحبت کنی تا بفهمی منظور چیه، چی میخوان، بعد کار تحقیقاتی بکنی، آرندی انجام بدی و بعد نتیجه تصمیمات شما رو چندین تا، اگه شرکتتون خیلی بزرگ باشه رو چندین تا گروه، اگه شرکت کوچیک باشه شاید رو کل شرکت اثر بذاره. مثلا زبان شرکت رو عوض بکنید، مثلا کفکا رو وارد سیستم بکنید، مثلا پیش استفاده بگی که از ردیس میخوایم استفاده کنیم از الان به بعد. و این 5% انجینیر رو به این لول میرسن، به خاطر اینکه واقعا شما اگه در نظر بگیرید خیلی سخته که شما به درجه برسی که شرکتت رو تحت تاثیر قرار بدی و میپرسن ازت. بعد چیزایی که میپرسن سوالا خیلی تکنیکال کم میشه، یعنی تو لول پرینسیپل انجینیر خیلی کم ازتون راجع به کد نویسی سوال میپرسن، بیشتر در مورد دیزاین سیستم‌های خیلی کامپلکس سوال میپرسن و بعد سوالات لیدرشپی اصطلاحاً میپرسن. مثلا برای ما توضیح بده تو چجوری تونستی سطح علمی گروهت رو ارتقا بدی، یه گروه ارتقا بدی. این سوالا رو از بقیه نمیپرسن. یا مثلا برای ما توضیح بده تو چجوری تونستی یه تغییری تو شرکتت به وجود بیاری که باعث مثلا بهبود عملکرد شرکتت بشه. معمولا سوالا اینجوریه. یا مثلا سوالی رو بگو که مشکل بین گروه ها رو چجوری حل کردی، یا چجوری تونستی یه مدیریت خیلی های لول رو کانوینس کنی تو شرکت که مثلا از این به بعد از این روش بریم جلو. معمولا خیلی چون سوالا ویک هست و مسئولیت کامیونیکیشن خیلی زیاده و لیدرشپ خیلی زیاده، خیلی از انجینیرها دوست ندارن. مثلا اونا دوست دارن صبح کارشون شروع کنن، یه تسکی بگیرن، اونو ایمپلیمنت بکنن، عشق دارن با زبان سر و کله بزنن، تکنولوژی رو کار بکنن. ولی خب تو پرینسیپل انجینیری ممکنه شما خیلی دیولپ نکنی، خیلی کد ننویسی، ممکنه کار ریسرچ انجام بدی، معمولا مال یه تیم نیستی، معمولا چند تا تیم رو مجبوری منیج بکنی، مثلا 3-4 تا تیم رو منیج میکنی، هماهنگی بین اونا به وجود میاری. اصلا حتی تو بعضی از موارد خارج از میتینگ ها هستی، مثلا میتینگ های هر روزه تیم ها رو شرکت نمیکنی، نمیدونم زمان مثلا تسکای شما دیگه پوینتی نیست که بگن 5 تا پوینت 2 روزه باید تمام کنی، نه اصلا مشخص نیست. شما باید بری تحقیق کنی، اصلا ببینی چه جوری میشه، اصلا طرف چی میخواد. خب اینجا تموم میشه معمولا. یعنی واقعا وقتی من نگاه میکنم میبینم تو استرالیا من تا حالا ندیدم مثلا کمپانی بالاتر از پرینسیپل انجینیر داشته باشه، اما توی دنیا که برین لول های بالاتر هم هست. مثلا شما توی گوگل که برین، توی فیسبوک که برین، توی آمازون که برین، چیزهای بالاتر هم هست. بالاتر از این میشه distinguished engineer. distinguished engineer خیلی جالبه، اصلا دیگه برنامه‌نویسی براش مهم نیست. یعنی حتی تو امتحانش رو وقتی بریم میخوایم بدین، از شما اصلا برنامه‌نویسی سوال نمیپرسن. حتی این کمپانی‌ها اگه آشنا باشید با این کمپانی‌ها حتما شنیدید سوالای الگوریتمی میپرسن. مثلا کمپانی آمریکایی عاشق سوالای الگوریتمی هستن که تو لیت کد نمونهش خیلی زیاده، ولی تو همون گوگل تا پرینسیپل انجینیر الگوریتم میپرسن، ولی از دیستینگویش انجینیر دیگه الگوریتم هم نمیپرسن. کار دیستینگویش انجینیر اینه که در حد کار کردن خیلی نزدیک با مدیران اجرایی یا اگزیکیوتیو های اون شرکته و کسیه که فراتر از معمولا، برای همین کمپانی خیلی بزرگ دارنش، فراتر از کمپانی کار انجام میده. یعنی سینیور انجینیر توی گروهش بود، پرینسیپل انجینیر تو شرکت کار انجام میداد و تغییرات به وجود می آورد، ولی دیستینگویش انجینیر تو اینداستری تغییرات به وجود میاره. مثلا ممکنه بگید مثل چی؟ ببینید مثل پروژه کوبرنتیز. مثلا تو گوگل که کوبرنتیز استارت شد، مدیریت اینا یه دیستینگویش انجینیر تو گوگل به عهده داشت، اسمش هم یادم نمیاد. این آقا اومد این پروژه رو مدیریت کرد، به سرانجام رسون. نتیجهش چی شد؟ نه تنها تیمش استفاده کرد، نه تنها گوگل ازش استفاده کرد، بلکه کل دنیا ازش استفاده میکنن.
یعنی تغییرات بسیار بزرگی تو صنعت به وجود آورد. این آدم میشه دیستینگویش انجینیر، کسی که میتونه در صنعت تغییر به وجود بیاره. رده بسیار بالای، اطلاعات زیادی راجبش نیست، حقوقاشون میلیون دلاریه، چند میلیون، 2-3 میلیون دلار ممکنه حتی باشه. و میتونم بگم نهایت چیزی که میشه تصور کرد بهش رسید. چون شما فرض کنید 5% به پرینسیپل انجینیر میرسن، 0.1% از اینا ممکنه مثلا تک و توک داریم توی شرکت بزرگ دیستینگویش انجینیر که میتونن کار خیلی بزرگ انجام بدن.